کشته شدن ملا منصور نه تنها که جای جشن و عطن نیست، بلکه این یک فریب است که امریکا خورده. امریکا به گفته آیسای میکنه وقتی که آیسای یک نفر میخواه که بکشه، برای امریکا میگه که خطرناک. امریکایی هم متاسفانه به گفتشان میکنه او را میزنن. اما تو بیت الله محسود زدن، حکیم الله محسود زدن، تمام امون نفرایی که برای خود پاکستان بد بود کلش زدن. امونایی که برای پاکستان فایده داشت کلگیش زنده است. امریکا در واقع میخواه که ما خوش باشیم، به هیچ وجه ایره جشن نگیرین. و ببینین این آقای گلبودین که در راه آمدن به کابل و پیوستن به حکومت کثیف آقای اشرف غنی است. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک میگوید که در مجموع جنگ‌های دهه 70 در شهر کابل تنها 1000 نفر کشته شده است. او میگوید که این افراد در نتیجه شلیک‌های دولت وقت کشته شدند. آقای حکمتیار همچنان میگوید که قانون اساسی، دموکراسی و آزادی بیان موجود در افغانستان را نمیپذیرد. اما نهادهای مدافع از حقوق بشر در واکنش با این گفته‌ها شمار تلفات جنگ‌های دوره حاکمیت مجاهدین را بیشتر از 1000 نفر میگویند و خواستار مجازات عاملان این جنگ ها هم هستند. مختار پدرام در این باره گزارش تهیه کرده است. گلبدین حکمتیار در یک گفتگوی اختصاصی به تلویزیون یک میگوید که او در تمام جنگ‌های داخلی در شهر کابل شرکت نداشته و جنگ میان احزاب دیگر بوده است. او میگوید مجموع این جنگ‌ها که 1000 نفر قربانی گرفته عمدتاً در شرق کابل بوده است. 1000 نفر قربانی گرفته عمدتاً در شرق کابل بوده است. حکمتیار در حال این موضوعات را بیان می‌کند که از او به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل جنگ‌های داخلی کابل یاد می‌گردد. مجموع تلفات این جنگ‌ها به 1000 نفر هم نمی‌رسد. مجموع تلفات این جنگ‌ها به 1000 نفر هم نمی‌رسد. سعی کنین شما که کثیف چی میگه؟ میگه در مجموع همو جنگ‌های سالایی که بعد از سقوط حکومت نجیب بود 1000 نفر شاید کشته شده باشه. این روز چند صد راکت برای ماها در افغانستان میزد تا وقتی که طالبا آمد 4 سال بعد پاکستانیا طالب آورد 4 آسیا را ای بر از وایلا کرد تمام سلاح خود رفت ایران که امو وظیفه را گرفته و جاسوسی در ایران امو را انجام بده باز پس آمده پاکستان. یعنی این یک ساخت و باخت کرد که طالبا 4 آسیا را ایلا کرد و اینمی کشته شدن مزاریام یک ساخت و باخت بود که اینمی و آقای دوستم با ایسای کردن و در بدل از او پیسه یا هرچی که گرفتن آقای مزاری را در کشتن دادن. خودشان با موقع بر آمدن مزاری را اعلا کردن در اوجه. اینال اینی کثافت اونو همه جنایت خود فراموش کرده و میگه 1000 نفر کشته شده بود. باز ای تمام جای تخریب شده را میگه و مخالفین میزد. در منطقه ما که زده بودیم در منطقه دشمن هیچ چیز تخریب نشده بود. در منطقه ما زیاد تخریب شده بود چون دشمن ما را راکت باران میکرد در حالی که روز چند صد راکت میزده. سعی کنه و بیشترین تلفات نیز و اهالی جنوب و شرق کابل و مناطقی رسیده که تحت تسلط نیروهای حزب اسلامی بوده و مورد حملات توپ، تانک و طیاره‌های حکومت کابل قرار گرفتند. ما فقط 5-6 درگیری کوچک و بزرگ با این اطلاف داشتیم که همه دفاعی بود و به تهاجم و تعرض دشمن جواب گفتیم. امی حکومت کثیف اشرف غنی و کرزی کی را آوردن یا میگه که قانون اساسی مملکت احترام میکنن، اینا با پروسه صلح میپیوندن. اما سعی کنین گپای زیره. اگر دموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و قانون اساسی همین است که امریکایی ها در کابل و بغداد به نمایش گذاشتند و رسانه های وابسته به غرب برای آن تبلیغات دارند، ما و هر انسان باضمیر و آزاده از آن نفرت داریم. ما و هر افغان شریف و آزاده منکران بودیم، هستیم و خواهیم بود. اینه میبینین امی حکومت اشرف غنی میگه کیا که آمده با پروسه صلح پیوسته و بخش عمده‌اش هم احترام به قانون اساسی مملکت و احترام به حقوق زن و آزادی بیان و کل از زیر ینوز نامده در سرش لغتک داره. این کل از این دسیسه است. این مرگ ملا منصور یا آمدن گلبودین اینا
کلگی از یا به اساس یک پلان است اینا که میاین. مثلا امریکا میگه که گلبودین ما نمیخوایم که در افغانستان به، ولی که امریکا نخواه اگر پای گلبودین از سرعت تیر شود. پشت پرده کل از یا دسایس است که انجام یافته و به احتمال اغلب هم آقای اشرف غنی از ترس مظاهراتی که از هموطنهای هزاره ما برآ انداخت یا آقا را آورده که مردم بترسانه که این ما یک سگ جنگی داریم. اما بر شما بگویم که اینمی گلبودین اینمی یک سر سوزن هم در افغانستان تفاوت در جنگ آورده نمیتونه، نه تشدید میتونش نه میتونه که پایین بیارش، به خاطر ازی که تمام نفرهای ازی بیازو در جنگ بوده که طالبا در حکومت هم که است برای کمک بر طالباست، که طالبا هم که است برای کمک به طالبا و در مجموع برای کار برای آیسایه. از این خاطر ای آمدن از این و نامدن از این کدام معنا ندارم، منتها تنها از نقطه نظر روانی یا میخوایم مردم های مخالفه وارخطا کنه، در حالی که عملا گلبودین هیچ چیز نمیتونه. اما حالی که میگه که ما در وقت ما نفر 1000 کشته شده، ما جنگ ما دفاعی بود و چطور و چنان، در اموز سال که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و بنیان سوانجان آقای نجیب در کابل علاقه دا خودش رفت، در اینی وقت قرار به ای بود، قرار پلان بنیان سوانجان که یک حکومت از مجاهدین جور میشه. امی آقای احمد شاه مسعود قوای خود در جبل سراج آورد، از جبل سراج پیش نآورد، با وجودی که حکومت هم میتونست به اکشن به هم زدن بگیره. مان که اونمو حکومت گنده پشاوری جور شوه، امیر احترام کرد، گفت بان بیادر که اگر ما کابل بریم وامیه یک جنگ کشالدار میشده میشه، نمیریم. در اینی وقت برای احمد شاه مسعود اول رسید که امی یک اتحاد از هموطنهای پرچمی پشتون ما و خلقیا حکومت هم میخواین تسلیم کنن، همون بخش که پیش خودشانه ایره تسلیم کنن برای حکمتیار و امی آقای چی که هست سلیمان لایق و اینا از امی بخش پرچم هم یا وقت که گلبودین پشت پرده تار بافته بودن. اینال آقای احمد شاه مسعود برازی که همت یک کار نشوه، هیچ کس داخل کابل نشوه، یک منطقه غیر نظامی بانه تا که همو حکومت مجاهدین بیاید در کابل. ای اتو نکد که بیاید کابل بگیره، از اموجه یک مخابره کد برای گلبودین حکمتیار که در چهار آسیا آمده بود و سعی کنین این ما میمانم تهدید کردیم که به روز یکشنبه حمله نظامی به کابل بکنیم و ما اون قسمی که در گذاشتم که میگه پای خود مشاری بودیم معمولا به صراحت میگه این مسئله را که نده که خدای نخواسته حمله شما در کابل باعث یک درگیری بسیار شدیدی بین خود مجاهدین شود و چرا که وقتی که یک طرف داخل کابل داخل شود گروپا و گروهای مختلفی با داخل کابل میشه، حرج و مرجی که در کابل ایجاد میشه، وضع خرابی که در اونجا ایجاد میشه و به یقین که منجر بگوین و این منجر با برخورد بین خود مجاهدین خواهد شد. دیگه به خواهش من شما ایست که این تهدید بردارید و امرای رهبران خودتان برین شخصا بشینید و نمو مسائل دیره که من گفتم که توسعه در جریان نیست، حکومت عبوری را جدید انشاءالله قبول داره و قبول میکنه و میرم طرف انتخابات. آقای مسعود برای گلبودین که گوش میکنه میگه ما شنیدیم که شما یک شنبه داخل کابل حمله میکنین، همین کار نکنین، به خاطر اگر شما حمله کردین یک آدم دیگه در رو میشه، یک گروپ دیگه یک جبهه دیگه، کابل تکه میشه. امیر ما هیچ تصمیم نداریم کابل بیم، امو حکومت عبوری را برید در پشاور جور کنین، اونمو مورد قبول ماست، همی شما رهبرا جور کنین بیاین همی قدرت بگیرین. دیگه بهتر است که به عوضی که وقت صرف شود صرف مسائل نظامی شود در همین قسمت قدم های برداشته شود خالی از خیر نخواهد بود و بهتر است که شما همین مسئله را عمال به من اطمینان بدید که در روز یکشنبه حمله وجود نداره. مثل که من این طرفدار این مسائل به شما اطمینان دادم که حمله وجود نداره که ما در فکر کارهای دیگه نستید. انشاءالله شنیده شد. باز ادامه میده آقای مسعود میگه عوض از اینکه می انرژی را ما شما در جنگ مصرف کنیم،
همیشه کشار کابل هم خراب کنیم، همیره بریم در سر ساختن یک حکومت مصرف کنیم. همی شنیده شده، همی اطمینان به ما میتونین بتین آقای حکمتیار کمی حمله را شما نمیکنین؟ اینال جواب آقای حکمتیار این بسیار یک لحظه تاریخی است. یگان دفعه مردم میگه که بیادر این پنجشیری ها آمدن کابل گرفتن و چور انداختن. احمد شاه مسعود داخل کابل هیچ نشده بود، با وجودی که ازش خواسته شده بود، با وجودی که قوا برش تسلیم شده بود در کابل، یک بخش کلان قوای نظامی آقای نجیب، اما این تسلیم این داخل نشد، بلکه خواست که کلگی یک حکومت بسازه، امو حکومت داخل کابل. اینال برای آقای حکمتیار میگه که آقای حکمتیار امیر میتونین به ما اطمینان بتین که یک شنبه شما حمله نمیکنین، ما به شما اطمینان میتونیم که ما حمله نمیکنیم. این سعی کنین جواب آقای حکمتیاره. شنیدم ولی ما طرف خود عرض میکنم که این فیصله ما به همه جبهات هدایت داده شده. وقتی که تعدیل شده سنجیده و دقیق انتخاب شده و تا زمانی که حالت ایجاد نشود که در نتیجه از اون ضرورت عملیات را سر مجاهدین ما منتفی بشماره، ما شاید قادر به تأخیر و تعجیل در این وقت محدد نداشته باشیم. خویش یک لغت هم استفاده میکنه که محدد یا whatever، ما او رو نمیفهم که چی مانا، یا شاید هم اشتباه کرده باشه. اما آقای حکمتیار جواب میده به صراحت، میگه حال ما وقت اوامر خود دادیم در جبهات و تا زمانی که خود مجاهدین ما فکر نکنن که هیچ تهدید در اینجا وجود نداره، این دستور دوباره گرفته نمیشه. یعنی به این مانا که یک شنبه ما حمله میکنیم. این حال در اینجا اگر آقای مسعود در مجول سراج میشیش کابل گلبودین میگرفت و شما میفهمین که اینا چقدر قاتل بودن و مردم قتل عام میکرد، از کابلی گرفته به نام پرچمی و غیره و غیره، و به امت مردم هزاره ما را و مردم ازبک ما را هر کسی که را به نام گلمجم، یکی را به نام شیعه، یکی را به نام شولایی و غیره و غیره یا میکشت. باز در او صورت اینمی تاریخ تمام قصور از زیر منداخت گردن احمد شاه مسعود. بناهن وقتی که آقای احمد شاه مسعود مایوس شد و دید که یه حمله در کابل حتمی است، باز اینه به جواب آقای گلبودین اینی چیزه گفت. اگر بگویم درگیری نمیشه، معمال برپا بگویم که شدید درگیری میشه و شاید جنگی صورت بگیره که دیگه اون صدها و صدها مسلمان کریده دو و انشالله معمال بگویم که سردست خدا قبلا معمول ملت مجاهد افغانستان هم معمول نخواهد بوده، باید که را به خود نتنمیده نمیترده و هیچ گونه طی قسمت کاملیهای به خصوصی هم نداشته. فقط همه چیز را به شخص خود شما رهبرای بزرگ محو داشتیم. حرفای شما را شنیدم و مطالبی که داشتم قبلا عرض کردیم. خب معنای دیگه بیست که روز یک شنبه حتما حمله میکنید، ما آمادگی بگیرم. دی وقت آقای احمد شاه مسعود برای گلبودین میگه ما کدام ترس و بیم نداریم، اما ای را بفهمی و بدانی که صدها نفر مجاهد ما دینمیج شهید میشه از اردوی ما و مردم بیگناه دیجا قتل عام میشه و میگه بره امیر شما رهبرا امیر حل کنین. یعنی گلبودین رهبر خود میگه. اما جواب گلبودین آمادگی برای چی؟ آمادگی به دفاع مردم کابل، زن کابل، مرد کابل، خرد کلان کابل، آمادگی به دفاع از این ملت مظلوم، آمادگی به مردم پرزمی، مردمی که دیگه به خدا روز پناه میبرن و میگن که سرنوشت ما در آینده چی میشه. ما مجبور هستم که از این مردم در برابر هر نوع حمله با همه طاقتی که دارم دفاع بکنیم. در غیر صورت همه چیز ما گفتیم و پیشترم گفتم هیچ گونه جاسلتی ندارید. میشنن خود رهبرای مشکل خود شماست، مشکل خود شماست که باید برین بین خود بشینین و توافق برسید. ما خودم این جاسلتی طلب نمیکنیم و شما که میگین که به روز یکشنبه تهدید باقی، یعنی معمال به صراحت میگوید شما نمیفهمید که معلم سریع شم و مجبور هستم که سرزین مالی که پیش دستگاه دور شوم، ترتیبات
این شما را شنیدم مطالبی که داشتم قبلا عرض کردیم. میگه پایت شنیدم دیگه تکرار نکن. ما جواب خدا برات وقت دادیم، یعنی که حمله است. این حال شما مردمایی که میایین که والله کابل اینمی پنجشیریا خراب کرد، پنجشیریا خراب کرد. نه، این پنجشیری آمد که دفاع کنه. او آقا روز چند صد راکت در مابین کابل میزد. حالا چی میکرد؟ یک غلک میگرفتن میزدن. خب ماندار یام ده سر از او حمله میکنه. اگر میامدن کابل هم میگرفتن، خب شما قار میشدین. این حال جنگ شروع شد. دینی وقت بود که آقای دوستم آمد سبقت الله مجددی ابولهب گرفت. یعنی مسعود در حالی که جلوگیری کرد از آمدن گلبدین، اما اجازه داد که امو حکومت پشاور ساخته مجاهدین بیایه، امو دوره را امی مجاهدین یا بگویم آیسای در پاکستان قبولان سر مجددی که تو رئیس جمهور هستی رایش کرد. نوکر خود در حکومت رایی کرد باعث رئیس جمهور. یعنی امو ابولهب مجددی وظیفه داشت که حکومت از درو تخریب کنه، گلبدین از بیرو. امو کار کرد. آقای ابولهب آمد، آقای دوستم رفت در مزار، رتبه بلند جنرالی و استر جنرالی داد. ایره در مقابل احمد شاه مسعود که وزیر دفاع بود خیستان. در اینی وقت که اوضاع خراب شد، دوستم گریخ پاکستان که رفت در اوج رایش کردن عربستان. پاک و صفا یک شاورش دادن، یک آدم خائن نوکر روسه گفتن رئیس جنبش ملی و اسلامی. پس آوردنش تمام اسلحه نجیب که در پیش دوستان مانده بود با شمول تیاره و پیلوت کلش از سر کابل خالی کرد. حالا در مقابل از یک از جنگ باید میکرد. دوستم روابط خوب با حزب وحدت داشت. حزب وحدت تحریک کرد. این تحریک حزب وحدت یک جنگ را در درون کابل بین قوه‌هایی که مانده بود که با هم یک جای بودن به وجود آورد. جنگ بین رهبری آیسای در مابین کابل صورت گرفت که جنگ وحشتناک بود. اما در این جنگ مسعودشان تانستن که ببرن. جنگ است، اونا میتونست که ببرن، اما مسعودشان تانست که ببرن. اینا برای 4 سال اینمی گلبدین این جنگ به پیش برد از چهارآسیا. وقتی که پاکستان مایوس شد دید که گلبدین به یک بنبست رسیده، طالب آوردن به حیث یک قوه صلح آوردن سر چهارآسیا. طالب حمله کرد، سر کابل نکرد. به خاطر اگه سر کابل حمله میکرد دندانایشان مشکست. این اول بردن در چهارآسیا دیستی که سقوط کرد. گلبدین وظیفه داشت کل چیزا را بده. مورلی مردم مقابل ضعیف شد. فکر کرد که اوه یاد یک هفته گرفتن چهارآسیا را، تمام اسلحه‌شان، در حالی که کلش یک ساخت و باخت بود. اونو وقت طالبا دور خوردن از پشت سر آقای مزاری و نفرایش. بعد از او آمدن به یک ترک داخل کابل شدن و در اونو وقت مردم افغانستان کل بازی خورده بود. فکر میکرد که طالبا قوه صلح است. پاکستانی آمد یک تبلیغات مقبول کردن که همی کلگی باور کرد که ولی نمینا صلح میخواین. این آقای برهان‌الدین هم تا حدود قبول کرد که همی صلح میخواین. همون دروغا تا امروز ادامه داره، به شمول اینمی کشته شدن مولا منصور که احتیاط میخواد چک کنه و آوردن گلبدین که امریکا میگه نه والا ما مخالف هستیم که یک آدم قاتل دیجه به. امریکا مخالف نیست. تمام ازیار پاکستان با امریکا و نیتو در جریان میگذاره، به توافق میرسن و انجام میتن. و چون ما یک ملت خو برده هستیم، امریکا سر ما رای نمیزنه. این بخی واضح است. چرا می امریکا سر ما رای دیه؟ امی ما مردم چی داریم؟ کلگی ما یک چوب گرفتیم یا می بیسبال بات، امی دنده کرکت نه در دست کل مردم افغانستانه. امی هر کس یک پیشریش میزنه. امریکا یک قوه لوده کار نداره. پاکستانیا که هست منظمه، هر چیز که امریکا میخواه میکنن. هر توطئه که امریکا، امیر انگلیس، هر کس بخواه پاکستانیا میکنن اون کاره. افغان چی؟ افغانه که در یک جای استاد میکنه در دوزی شروع میکنه. اگه یه چیز نیفت کلوشای زن خود دوزی میکنه. کابل بانک دیدن چی شد؟ تمام چیزای مملکت چور نفتید. امیال اینا شلس امریکا را که بیا پیسه بده. پیسه را بده کی میگیره؟ با مردم خو نمیرسه. در جیب اینمی دوزای کلان میره. این حال ما اینطور یک حکومت گنده کثیف داریم و ما باید امریکا را ملامت نکنیم. ما باید خود ملامت کنیم. اینمی جنگای قومی و قبیله‌ای خود اعلام کنیم
کشت تریاک در هلمند و در تمام افغانستان اعلان کنیم. هموطنای هلمندی ما بزرگترین کثافت تاریخی را مرتکب میشه. 2 میلیون هموطن بیچاره ما در زیر پلا جان میته. اینمی تریاک را که یا کشت میکنن، اینمی یک کار است که در گلون ملت خود یا ماندن. اینمی چرس و تریاک باید استاد شه. این حال وقتی که میگی اینمی را کی میکنه؟ حکومت افغانستان در دست داره. امی حکومت افغانستان بر علیه کشت تریاک در افغانستان چی کرده؟ ای چیز نکرده. چشم پد گرفته. آقای دوستان میفهمین وظیفه چیست؟ مبارزه علیه مواد مخدر. بهترین مبارزه علیه مواد مخدر است که زراعتش قطع کو یا زراعت چرس و تریاک ماندن و او را کلش دم یک جای آوردن که دیگه مردم دسترسی نداشته باشه. ما خودم شخصی تا فکر میکنم که باید در کل افغانستان کشت کنیم که قیمت از این در زمین بخوره، که نه انگلیس سر از این پیسه پیدا کنه نه پاکستان. همین مارکت بین المللی را ما از هر سرحد خود ما تیله کنیم، مواد ارزان بته میشه با نرخ کچالو که همین قیمت مواد مخدر در بازار پایین بیایه. پایین که آمد پاکستان صدمه میبینه، ما نمیبینیم. آلیا گرفتن تناد اونمو یک جای هلمند، اونمو را کنترل میکنن، مارکت جانی را توسط اونمو ما کنترل میکنن. اگه در جلال آباد باشه، در لغمان باشه، و در شینوار باشه، و در مزار باشه، و در ایسون و در قندوز و در اوسو زیاد میشه. زیاد که شد مارکتش خراب میشه. ما در او صدمه نمیبینیم. پاکستان در زانو میشینه، انگلیس از این پیسه استفاده میکنه. این حال ما اینی چیزا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم. اینمی مخابره آقای مسعود این بزرگترین سند تاریخی است. هر مسئولیت که در قبال کشتن شدن هر نفر در افغانستان از سالهای 92 تا 96 شده او به دوش ابولهب مجددی و گلبدینه. چرا اینا اونمو جنگا را دامن زدن؟ دایی دوستان بسیار ملامت نیست، حزب وحدت نیست، سیاف نیست، مسعود نیست، دایی گلبدین است و احسای است. اما این حال مردم اینمی را ارزش از این را میفهمن. اینا میفهمن که سند تاریخی چقدر یک سند و سعی کنین اونمو مسعود وقتی که قوای خود تصمیم گرفت که داخل کابل کنه، اینه ببینین که با مردم خود چی گفت. برو بخواه برو خبر داری؟ بله. متوجه باشین که میرین در اخلاقتان، در شستنتان، در گشتنتان، در 5 وقت نمازتان، در قرآن خواندنتان، در همه دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنین که باید بدنامی ایجاد شود. متوجه باشین که میرین در اخلاقتان، در شستنتان، در گشتنتان، در 5 وقت نمازتان، در قرآن خواندنتان، در همه دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنین که باید بدنامی ایجاد شود. انشاءالله فهمیده شد؟ آن قومندان عمومی همه قطعات که میره قومندان پناه احمد شاه همراهشه. در هر جایی که برتان وظیفه داده میشه دیگه محکم وظیفه را انجام میده. انشاءالله گفتتان نیست؟ خود محکم او ترتیب نشه که در اونجا باز وطندارا دورتان جمع شود، خانه خیش قومتان برید، باز اونجا میمان فکر میمانداری باشید. اخیش نه قوم نه هیچ کس در نزدیک بچه‌ها نمیمونه. شان نصیحت کرد که در کابل که میری عطا خانه دوست و رفیقت نری، دیگه چیز خوبان. اونمو عوام الناس یاد داده بود که حق کشتن نداری. وقتی که نفرها را گرفت و شمول عسکر روز نمیکشتنشه، دیگرها میکشت یا نمیکشت. بیادر نجیب گرفت نکشت. امو جنرال اسک بود کی را امو را گرفت نکشت. سروری را که هر کس میگرفت میکشتش، گرفتن نکشتنشه، نگاهش کردن. خود مسعود کشته شد. اما بعد از اینکه حکومت کرزی کثیف آمد، یا گفتن اینال قانون آمده، او را گرفتن از پنشیر آوردن برای حکومت گنده کثیف کرزی دادن، یا محاکمه نکردن اعلایش دادن. یعنی یا مردمای بودن که قانون پسند بودن. شورای نظار
سینه خود از سپر مرمی دشمن کرد. گلبدین نمان که کت راکت‌های خود در داخل کابل دروش. درست است که نتانست از چهار آسیا بکشه، اما نماندش که داخل کابل هم شود. وقتی که در کابل اگنه خود در فعل گلبدین آمده بود، وزارت داخله قسمت وزارت دفاع ورگه گرفته بود، اینمی آمد در ظرف 2 روز کلگیشان دوان تالوگر. این حال از او خاطر اینی چیزیست که باید به یاد بیاریم، تاریخ فراموش نکنیم. از اینی خاطر من ماندم که شما به یاد داشته باشید. ببینید این کلیپ دیگر که نظر احمد شاه مسعود در مورد پاکستان چی بود. What was Pakistan's agenda for Afghanistan? برنامه و پروگرام پاکستان در قسمت افغانستان چی بود؟ ما از ملت پاکستان که در طول دوران جهاد مردم ما را و جهاد ما را کمک و همکاری کردن یک عالم سپاسگزار هستیم. مگر این نکته را فراموش کرده نمیتونیم که بعضی از سازمان‌ها در داخل پاکستان، مخصوصا آیسای در داخل پاکستان، پروگرام‌های به خصوصی را در قسمت افغانستان طرح داشت و تعقیب کرد که او پروگرام‌ها قسمی که امروز می‌بینیم نه به نفع اسلام بوده، نه به نفع ملت افغانستان بوده و نه به نفع ملت پاکستان بوده. و من یقین دارم پروگرام‌ها و طرح‌هایی را که آیسای داشت و تعقیب می‌کرد، اکثریت سیاستمدارای دورفکر پاکستان و ملت پاکستان با او پروگرام‌ها مخالف بوده و مخالف است. We in Afghanistan are very much grateful of the nation of Pakistan during our jihad against the Soviets. We are grateful of Pakistan's nation's help. We cannot forget it. Also, we cannot forget that the ISI, Intelligence Service of Pakistan, had its special agenda, which resulted in what we see today. This program or agenda of ISI was neither in the benefit of Islam nor nation of Afghanistan, and not in the benefit of the nation of Pakistan. And I know also that most or majority of the statesmen in Pakistan were not happy with the agenda of ISI. ISI was like a state within a state running loose. In other words, then, does he agree with that? میگه شما به این عقیده هستیم که آیسای خودش یک حکومتی بود در مابین یک حکومت که لجام گسیخته بود و او رو که جلوگیری کرد نمیتونه. بدون شک. No doubt. And creating Gulbuddin Hekmatyar in the process. و میگه گلبدین حکمتیار در این جریان به وجود آمد. محصول همه طور یک چیز است. گلبدین حکمتیار محصول فعالیت‌های آیسای در افغانستان و عامل آیسای در داخل افغانستان بوده و است. Gulbuddin Hekmatyar is the result or the product of the ISI's activities in Afghanistan, and the real agent of ISI he was and still he is. From your perspective, did the Americans, either the American Foreign Ministry or the CIA, understand this hidden ISI agenda for Afghanistan? فکر میکنید که امریکایی ها و مثلا CIA هم که بود همینطور یک برنامه فی آیسای به وقت میفهمیدن یا نه؟ ما فکر میکنیم که تاریخ از در قسمت تا حد زیادی میفهمیدن و آیسای به امریکایی ها امیر مثلا مطلب انتقال داده بود و فهمانده بود که یگانه شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه دیگه او حکمتیار است و حزبی که منظم است حکمتیار است، شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه حکمتیار است. I think that to a large extent they accepted that. To a large extent they were informed about. It was ISI who informed the Americans, correctly or not correctly, that it is the only organized party in Afghanistan. It's the only strong man who will take power in Afghanistan in the future. I think to that extent Americans knew it. مسعود یک آدم هوشیار بود.
یگان دفعه ما میگم مردم مسعود به خاطر از اینکه یک قماندان برجسته بود میشناسن، یک نفر جنگی بسیار با استعداد بود. ما والا مسعود به حیث یک آدم جنگی نمیشناسم. ما مسعود بزرگترین یک آدم سیاسی و بزرگترین یک مرد صلح دوست مملکت خود میدانم. مردم قاره که تو چرا که روسا پروتکل امضا کردی؟ معلوم دار امضا کرد. در پروتکل که امضا کرد جان صدها و هزاران نفر حفظ شد، اما در عوضش تسلیم نشد. در مناطق خود عسکر خود مجهزتر ساخت، ترینینگ داد، اینا را آماده جنگ های بعدی ساخت و باعث آزادی مملکت شد. اگر ما رهبرای دیگه ما قوشار می بود، عوضی که رفته بودند در زیر سایه خرزابت های پاکستانی شده بود، می آمدند در درون افغانستان در مناطق صلح می آوردند و روسا را به صلح می کشیدیم. ما جان ده ها و صدها هزار هموطن خود حفظ می کردیم.